پاییز فرا رسیده و برای اینکه زمستون خوبی رو بگذرونیم باید پیشگیری کنیم از کنه واروار. بهترین کنه کش یعنی آبیستان امریکایی اصلش رو تهیه کردیم از بازار و حالا میخوایم توی زنبورستانمون برای اولین بار استفاده کنیم. سرشو پاره میکنی؟ باید از جای معتبر تهیه کنی و عرضم حضور شما نیا کنین این هولوگرام رو داشته باشه، عرضم حضور شما این مشخصات فنی رو داشته باشه و فیک نباشه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. ندیدم تا به حال آبیستان. مثل لواشک میمونه. چند تا داره؟ 10. چقدر آمریکایی‌ها چقدر قشنگ درست کردن که یه مهندس مملکت نمیدونه واکنه چی کار بکنه با این کنه، با این نوار آبیستان. خب آها اینجوری میگیرینش، بعد عرضم حضور شما یه ورق ازش جدا میکنین به همین راحتی. بعد حالا من باید دستکش دستم میکردم اما نکردن. آره بی‌دقتی کردم و دستکش دستم نکردم. حالا بهترین جایی که جاگذاری میشه کرد بین قاب 3 و 2 هستش. خب ما بسم الله میکنیم و قابا رو میدیم کنار. انشالله ماچت بکنن خوبه. من نه دیگه ماچت نمیکنن؟ انشالله که نکنن دیگه آقا. بله. خب این نوار آبیستان رو بسم الله الرحمن الرحیم اینجا نصب میکنیم. اینم از این به این صورت آبیستان اصل امریکا. آقا بلو بیاین جلو بگیرین. حالا فکر میکنم که من اشتباه نه درست، الان درست شد. خب اینم از این رفت دیگه برای کنه کشی و پیشگیری با یک جنس امریکایی. نژاد ملکمون آلمانی، بعد کنه کشمون ایرانی امریکایی. زنبور برداشت ما ایرانی، مندش ایرانی. زنبوردارمون